салому дуруд ба бинандагони шабакаи моҳвораи Паём ТВ. бо дархости зиёди шумо бинандагон дар ин навор бароятон омӯзиш медиҳем ки чӣ гуна бояд ба шабакаи моҳвораии мо пайваст шуд. барои ин харидани мавҷгири нав лозим нест ва танҳо бо пайваст кардани як сараки мавҷгири LMB ё ҳамон галовкаи иловагӣ метавонед ин корро анҷом диҳед. ин мавҷгири ҳотбёрд аст ки бештари шумо аз он истифода мекунед. нигоҳ кунед. ҳотборди 13 дараҷаӣ ва ин ҳам шабакаи PMC Manutу. бо ҳамин мавҷгир шумо метавонед ба моҳвораи Eutelsat пайваст шавед. барои ин як дона сараки мавҷгирӣ лозим дорем, як дона дастақайчӣ ва як дона хамут. дастақайчиро бо хамут рӯи сараки мавҷгирии ҳотборд мечаспонем. симро бо LMB Eutelsat пайваст ва сипас танзим мекунем. ин ҳам моҳвораи Eutelsat ва ин шабакаи Manutу ки дар аввалин мақом пайдо шуд ва ҳоло мо онро танзим мекунем. инак моҳвораи Eutelsat танзим шуд ва чуноне ки мебинед фосила байни ҳарду сараки мавҷгирӣ хеле кам аст. акнун метавонед бо ҷустуҷӯ дар ин моҳвора шабакаи Паём ТВ-ро ҳам пайдо кунед. чуноне ки мушоҳида кардед, заҳмати зиёде сарф нашуд ва пайвастанаш ҳам бисёр осон аст. акнун ки ёд гирифтед, ҳар як аз шумо метавонед аз таҷрибаи пайвастан ба шабакаи мо як навор сабт намоед ва ба мо ирсол кунед. беҳтарин навор ба ҷои ин навори мо ҳамчун навори омӯзишӣ истифода хоҳад шуд. мо метавонем барои бехатарӣ садои шуморо иваз кунем. бо мо бошед ва барномаҳои Паём ТВ-ро пайгирӣ намоед. нишонии мо дар моҳвораи Eutelsat. моҳвора Eutelsat 7B، мавқеият 7 дараҷаи шарқӣ، фреконс 11262, суръати нишонӣ 27500, поляризатсия HFEC 5/6. салому алайкум ҳамватанони азиз, тамошобинони арҷманд. инак барномаи навбатии худро шурӯъ мекунем. ҳафтаи гузашта бо сабабҳои техникӣ натавонистем барномаро пиёда созем. аз шумо узр мепурсам ва ин ҳафта боз шурӯъ мекунем ба барномаҳо ва ҳар шанбе соати бо вақти اروپا ساعت 3 و با وقت تاجیکستان ساعت 6 ما با شما طول یک ساعت خواهیم بود و اینک موضوعهایی که امروز یعنی موضوعهایی که توجه بنده را به خود جلب کردند و میخوام درباره اونها رو با شما چیز کنیم، یعنی به شما رسانم. خب از سر اول بنده میخواستم که در این هفته یک صدمه مرگبار به وقوع پیوست که در آن 6 عضو یک خانواده 5 عضو یک خانواده با شمول اون میتی که باید به بدخشان به ناحیه اشکاشین میبردند به دریا را ماشین به دریا غرق شد و متاسفانه همه مسافرانی که در این طیاره بودند همه جان به جبار سپردند و من به حال و تمام خویشاوندان این مرحومان تعزیت بیان میکنم و دعا میکنم که مکان آخرتشان آباد باشد و به نزدیکان صبر جمیل. ولی بنده چندین بار
التماس کردم چندین بار و مراجعت کردم به راننده هایی که در این راه حرکت میکنند. البته این راه خیلی راه خوب راحت رفتن نیست و اگر شبانه راننده که 12 شب به استراحت رحکی می شود و البته که در ساعتهای نزدیک به صبح خواب می گیرد و باز همین صدمه هم در همین ساعت رخ داد و گرچند معلوم هنوز نیست سبب صدمه، لیکن در بسیار مورد در اکثریت موردها سبب اساساً همون خستگی راننده است و خواب میبرد راننده رو. و با علاوه بر این ما میدانیم که راه‌های بدخشان چخیل ولنگارند. به این هم در این راه ها از یک ناحیه به ناحیه دیگر از خوروغ به اشکاشم رفتن این یک مهنتی است که فرض کردیم در اروپا شاید برابر به 1000 کیلومتر باشد. برای همین ماشین هایی که در این خط سیر مخصوصا به ناحیه اشکاشم سفر میکنند، نوترین ماشین، نوترین و بهترین ماشین رو هم اگر خریداری کند همون راننده در کوتاه‌ترین فرصت اون ماشین البته که سبب‌های تکنیکی زیاد پیدا خواهد کرد و خسته شوی راننده در این راه ها نیز است. و من بار دیگر از راننده های محترم ما که بنده نیز چندین مراتبه با ایشون سفر کردم و متاسفانه چندی از اونها که شخصا با اونها از نزدیک شناس بودم و ممکن است گفتن که دوستی هم داشتم، الکی در قید حیات نیستند و جان جوان خود رو در خطر گذاشتن و همراه خود باز چقدر انسان ها رو به هلاکت میرسونند. و ما که دولت نداریم، دولتی که همه اینها رو پیش بینی کند، یعنی در راه‌هایی که ما در آنها سفر میکنیم اگر از پیراه کمی بیرون روی اون خطی که در کنار راه کشیده شده است چنان سخت صدا میکند که به نظر میرسد که یک ترمه آمده است و چقدر خوب نبرد راننده رو. البته که بیدار میشود و این یک هشدار میشود و همین یک خط کشیده باعث نجات چندین هزار جان ها میشود و در ما نمیتوانند که حداقل اگر در خدرانه در یگان بعد چند کیلومتری همین خیلی خط باشد که راننده ها رو بیدار کند. عموما این موضوع علایده بس علایده است در آن که تا چه اندازه مسافران تاجیک در تمام خط سیرهایی که سیر میکنند تا چه اندازه آسیب پذیرند و تا چه اندازه آمارها نشان میدهند که تاجیکستان یعنی ملت تاجیک تا چه اندازه زیر خطر در سفرها است در مقایسه با دولت‌هایی که نسبتا موفق‌ترند در این زمینه. و در آن ما که میگوییم که این قضا و تقدیر است، ولی همان بندگان خدا در فرض کردیم اروپا و دیگر کشورهای آباد هم زندگی میکنند و در این جاها همان آمارها خیلی بهتر از تاجیکستان است، چون که اینجا توانستند سیستم ای را سازند که در آن مسئولیت بیشتر است. من بار دیگر از راننده ها، از مسافران احترامانه خواهش میکنم که راننده ها رو نمانید یا اونا رو نکنید، سراسیمه نکنید که ما باید فلان ساعت برسیم. بگذار اونا در سفر 1-2 ساعت تنفس داشته باشند برای خواب که شما را به سلامت به مقصدتون برسانند. التماس از شما بار دیگر میکنم. خب این موضوع
بحث ما نبود. موضوع اساسی بحث ما این یکم موضوع رحمانوف در یکی از محروزه‌هاش قید می کند که در تاجیکستان دیپلمدار صدها هزار و متخصص انگشت شمار. شاید باشد این تاسیس دادیم که آینده ما متخصصان ورزیده را در سیاست در همچون خدمتچی دولتی تربیت کنیم. بله دولت همین محتاج به کادرهای حاضر زمان است. با مرور زمان ببینید امروز سرعت کیهانی در کشورها ترقی دارند، تکنیک تکنولوژی چی نوآوری ها ندارند. ما از این سطح بسیار قفا ماندیم. متخصص های ورزیده لازم، دیپلم داده ایستادیم صدها هزار. یکی متخصصان سطح کسبیتی بلند داشته کم انگشت شمار. در بعضن حتی در من همین مبارزه علیه کسلی بیماری کووید 19 ما تنقیصی میکشیم. ویروسولوگان نداریم، اونایی که دایر به کسلی های التهاب شوش است دیگر است اون انفکسیونی بینید کم نیست انگشت شمار. حاضر اکنون به خارجه روان کرده ایستادیم که تحصیل کنه. غیرت کرده وای داره. خب البته که این آقا خودش پیش از آن که با مسند ریاست جمهور بیاید در ساحه خود نابغه ناتکرار بود و آمدنش به قدرت هم تصادفی نبود. یعنی این یک نابغه است و در کنارش در اویلش هم خیلی نابغه ها رو به وای رسانده است و همه منصب های کلیدی در حکومت در با همین اویله تعلق می گیرد و این طلب دارد که بر اثر تلفات جانی بعد از تلفات جانی دادن در اویله خود رحمانوف بر اثر بیماری همگیر ایشان شاید درک کرد که تاجیکستان واقعا دیپلمدار زیاد دارد و متخصص خیلی که خودش قید میکند کم شمار انگشت شمار. خب بنده گفتنی هم که به رحمانوف آقا تو که خود نابغه‌ای و تمام فرزندهایت با تحصیلات سالبرانگیز داخلی تاجیکستان یعنی با تحصیلاتی که در دانشگاه تاجیکستان گرفتند آیا اونا درس رفتن نرفتن این هم خیلی شبهناک است. اونها که با همین تحصیلاتی که در تاجیکستان گرفتن با همین وزیر معارف عبدالجبار رحمانوف و دور و دستش که رستم امام علی یک شخصیت یک متخصص یک کادر شد که در تاجیکستان دیگر در تاجیکستان 9 میلیونه بهترین کادر برای اختیار شدنش به نایب پرزیدنتی به نایب ریاست جمهوری است و دیگر عضو اویله نیز همه‌شون یا در ساختارهای دولتی سر قدرتند یا در خب ساحه صاحبکاری همه‌شون نابغگان و نخبگان ملتند و شما خودت میوی و مردم رو طعنه به اون میکنی که شما دیپلم زیاد دارید و خب متخصص ندارید. آخر اون وزیر و پرزیدنت اکادمی علومی که خودت تعیین کردی به خاطر نه به خاطر ارزشمندی کسبیش بلکه به خاطر صداقت شخصیش و شاید به کدام خاطر دیگر که اون را خود شما
در اونجا میدونید، در اون بالاها میدونید که چه خیلی به قدرت میرسن. و اخیرا فرهاد رحیمی با رگازین یعنی رهبر روسکوسموس روسیه وخوری داشت و درباره دورنمای کیهانی تاجیکستان و روسیه بحث کردند. رگازینه که خب ساحه کیهان نوردی بهترین دنیا را در طول ریاستش قریب که از بین برد و دو نابغه روس و نابغه تاجیک که دست نشان داده خود رحمانوف هستند در برای خب دورنمای کیهان در ساحه کیهان نوردی برای تاجیکستان و روسیه معین میکردن. در حالی که خب یک مثال کوچک میارم، در تاجیکستان در اثر همین بیماری چند پیش، یک ماه پیش، یک آدم، یک به فکرم طبیب دکتر علمهای طب، یک خانم از دنیا رفت و در شبکه اجتماعی دوگانه‌اش نوشته بود که خب دیگر یعنی کسلرود رو برای تو، یعنی همون اکسیژن رو برای تو نمیکوبیم. یعنی برای من این یک دهشت بود که در سطح جمهوری، در جمهوری که خب پیشوای ناتکرار دارد، پیشوایی که تمام دنیا او را به تاجیکستان رشک میبرد برای داشتن چنین پیشوا، در اینجا یک طبیبی که طبیب آخران هم نبود، یعنی دکتر علمهای طب، یکی از چهره های با نفوذ کشور، برای او اگر ما اکسیژن رو پیدا کردن نتوانیم، ما رویم و با رگاز این چه بحث داریم؟ از روی برای کدام دورنما ما سخن کرده ایستادیم، در حالی که ما در وطن خود ببینید اتمسفر مریخ 97% از گاز کربن یعنی CO2 عبارت است و ایلون ماسک از زمین ایستاده در مریخ، از همون هوای مریخ که 97% گاز کربن است، از اون اکسیژن حاصل میکند. ما در تاجیکستان که خود رحمانوف اون را بیشت روی زمین میگوید و شکرانه هوای صاف و آب شیرین آن را از ما طلب میکند و در هر حتی از منبرهای بلند سازمان ملل به این دقت جلب میکند که هوای ما چخیل تازه هست و چخیل ما از هوای تازه استفاده میبریم و در همین هوایی که پر از به گفت رحمانوف اکسیژن است، در همین جا رحمانوف با دار و دستش با اکادمی علومش نمیتواند در یک پایتخت کشور در دیگر منطقه و نمیگویند همون اکسیژن، همون برای نفس کشی سنی که امروز به اون نیاز مردم دارد نمیتوانند به طور کافی اون را استحصال کنند و اون را هم وارد میکنند، یعنی اون را هم ما ایمپورت میکنیم. این چه شرمندگی است. دولتی که پگاه ما شاید آب را هم ایمپورت کردن گیریم، آب آشامیدنی با اون ذخیره های آبی که ما داریم، اون هوای تازه که ما داریم، ما اکسیژن را ایمپورت کرده ایستادیم، نه یعنی نفس کشی را ایمپورت میکنیم. با شرافت راهبری خردمندانه همین نفره که امروز گله از آن دارد که در تاجیکستان متخصص نیست. از کجا اون متخصص پیدا می شود؟ در حد خودت که برای متخصصان به مانند برزوی عبدالرزاق، ظفر صوفی،
و دیگر لقمان بویمت، سفر عبدالله و هزارها متخصصان تمام ساحه ها جا پیدا نشد. برای مرحوم محمد عاصمی، خب آتخان لطیفی، مایانشاه نظرشو جای پیدا نشد در آن دولتی که رهبری را خودت در دست داری. و امروز تو با آن وزیر معارفه که با آن عبدالجبار رحمان و نوردین سعید، ما به کجا می‌آییم؟ ما چی را خواهیم داشت؟ و با چنین رهبری، یعنی اگر خودت نخواهی که زیر دستت کمی هم باشد از تو با سوادتر باشد و اون زیر دستت باز نخواهد که زیر دست او کمی از او با سوادتر باشد، ما می‌آییم تا دهه ها می‌آییم در مکتب ها دیرکتوران مکتب، البته که از مدیران شعبه معارفی که رفته با همین زینه به زینه، همین زنجیر تا به رحمانوف میرسد و هر کسی از خود بی‌سوادتر را در زیر دستش میخواهد بیند. من عذر میپرسم از محترم آموزگاران و کارمندان قطاری مکاتب میانه، لیکن واقعیت چنین است. خودتان به کنارتان نظر کنید. یک دفعه در یکی از برنامه ها من گفته بودم که در تاجیکستان سلکسیون منفی است. سلکسیون منفی یعنی هر روز و هر ساعت، سال از سال سطح ملکه، سطح دانشی رهبران تمام سطح ها پایین و پایین رفته ایستاده و این سببگار اساسی این حکومت 30 ساله همین رحمانوف است. انا در مورد همین اکسیژن گفتم، یک سال پیش در خب موج اول کرونا ویروس، زادگان بدخشان ساکن امریکا و کانادا یک چیز کردند، یک معرکه را انجام دادند و در اون معرکه حدود به فکرم $100,000 جمع آوری نمودند و تجهیزات برای استحصال اکسیژن را برای بدخشان خریداری نمودند و با متخصص آنجا روان کردند، اون را نصب کردند. ولی به خاطر آن که ما در برای کار با این تجهیزات در تاجیکستان، در بدخشان متخصص نداریم، در حالی که بنده خودم در دورانی که هنوز در یکی از شرکت های ساختمانی نامدار پامیر سترای کار میکردم، در اونجا ما داشتیم کیسلارود استانس میگفتن، یعنی بنگاه استحصال اکسیژن که در آنجا 12 نفر متخصص بود که همین اکسیژن را برای ضرورت تکنیکی، یعنی برای سوارکه استحصال میکردن در بدخشان. البته که در دیگر منطقه تاجیکستان از این بهتر بود. امروز ما تجهیزات را از بیرون وارد میکنیم با مبلغ های دانشجویانی که خودشان نیاز به یاری دارند، در روزهای وزنین به وطن خود همین خیلی یاردم کردن. از ایشان اظهار تشکر میکنم، سر تعظیم فرود میارم. و چون در اونجا چیز نبود، متخصص نبود، ایشان باز مجبور شدن که علاوةً مبلغ جمع آوری نمایند و از همونجا باز به اینجا به بدخشان متخصص روان کنند تا در آنجا از هوای تازه ترین در کره زمین شاید باشد، از همان هوای تازه ترینی که بیشترین اکسیژن دارد، از همان اکسیژن رو جدا کرده و مردم برای نفس کشیدن صنعی آماده کردن. باز متخصص رو هم از اونجا کرایه کردیم و این سببگار همه این چخلی که روسا یک متل دارن، مایی از سر چی می شود؟ گنده می شود، ریب گنیوز گلوی. و این رحمانوف خودت هستی
خودت هستی که باعثی از بین رفتن تمام مکتبی، تمام تحصیلات تاجیکستان شده. تحصیلات در همه ساحه، تحصیلات فقط در معارف نه. تحصیلات مثال در خب ادیبان رو بگیریم، مثال اون ادیبانی که اون اتفاق نویسندگانی که تا استقلالیت داشتیم و اون اتفاق نویسندگان امروز رو، اون وزارت تندرستی تا رحمانوف و بعد رحمانوف رو، اون وزارت کشاورزی تا رحمانوف و بعد رحمانوف رو، اون همه ساحه هایی که یک ساحه رو مثال بیارید که تا رحمانوف و بعد رحمانوف که بر اثر سیاست خردمندانه رحمانوف به این خیل ببینید متخصص نیست. متخصص از کجا پیدا می شود؟ یعنی اون جوانی که بنده خودم در کودکیم مرا می پرسیدن که کلام می شوی چی می شوی؟ من در دوره شوروی همچون دیگر کودکان از همه پیش ما می خواستیم لیوچک شویم و کسمنفت شویم و بعد اومدیم عالم شویم و هیچ کس نمی گفت که من کلام می شوم و تماژنیک می شوم، من کلام می شوم و نلاگویک می شوم، من کلام می شوم و ملیڅه می شوم. امروز کودکای ما فقط همین رو می بینند. انگیزه اونها فقط همین است، یعنی در یک پستگاه بیستم، در یک شلگباوم بیستم و پول کار کنم، چون که پدر همسنف من که همین خیل کار میکند، همسنفم تلفن‌های خب موثرترین دارد و دیگر خب پوشاک‌های بهترین دارد، خوراک‌های بهترین میخورد. در سن 16 سالگی صاحب ماشین است، ماشینش خب به گفت تاجیک‌ها تمنیت کردگی، همه این پول میخواهد. و اون کودکی که در مکتب میخواند، او میخواهد تماژنیک شود، او میخواهد مفتش شود، او میخواهد بازرسی دولتی اتومبیلی شود، او لیوچک شدن هوس هم ندارد. و اگر همین انگیزه نباشد، اگر او بیند که در تاجیکستان پسر رحمانوف بودن بهتر است از آنه که یک علم بیاموزی، پسر رحمانوف باشو تماما بیسوادم باش. و رحمانوف هم من همچون یک رمز آوردم. همین رحمانوف ها تا سطح نایه و دهه میآیند. در اونجا هم رحمانوف ها هستند که فرزنداشون به مهنت به تمام چیز به تمام ثروت های ناچیز امان نویه دسترسی دارند و هیچ کس جرأت ندارد که به آنها تو بگوید. و این کودکی که در مکتب میخواند، انگیزه او برای متخصص شدن چی میماند؟ چون او میبیند که در تاجیکستان یگان آینده نیست. بخوانی نخوانی تو همان مهاجر مهنتی هستی که در روسیه برای تستر مکتب رو به اتمام رسانی، یک بلای کرده از سفربر شدن به ارتش کنار بروی و بروی به خب مهاجرت مهنتی. یعنی همین است انگیزه کودک ما، همین است انگیزه جوانان ما که ما یا گیی شویم، یا پرکورور شویم، یا تماژنیک شویم، یا رویم به مهاجرت مهنتی. کی این ساخت؟ کی همین سیستم را ساخت؟ باز نگویید که رحمانوف در اینجا مقصر نیست، چون که مقصر اساسی رحمانوف است. رحمانوفی که خودش خیلی متخصصی ورزیده بود است تا به سر قدرت آمدن، تا 316 تاریخیش هم خیلی نابغه بود است. امروز این در کنارش میبیند که متخصص انگشت شمار و دیپلم ها صدها هزار.
این دیپلم ها رو هم رکتورای تعیین کرده خودت میفروشن. از آن سوم ها که به تو هم میورن، خودت هم از آنها میخوری. همین رکتورها همین سواد جوری کردن. به خاطر همین رکتورهایی که اثر دزدی میکنن، به خاطر همین رکتورهایی که اثر دزدند و تو اونا رو از وظیفه بعد اثر دزد فوش شدن اثر دزدیشون هم نمیرونی، به همین خاطر اون برنامه مکتبی که در آنجا بجای علم فنهای دقیق تاریخ موندی و زبان و ادبیات موندی، هر با ساعتهای بیشمارت، همین است نتیجه. دیگر چی میخواهی از این مردم؟ خب و سبب همین سیاست است که چند پیش در حضور موج آزاد، یکی از رسانه های خبری یا یکی از سایت های اینترنتی باشد، جمهوری خلقی چین درباره تاجیکستان، درباره خانم خواهرهای ما یک مقاله تحقیر آمیز نشر کرده است و از جمله در آنجا گفته است که تاجیکستان مکان سیاحت شهوانی است و طبق آن آماری که اونها نمیدانم از کجا گرفته‌اند، گفته است که تاجیکستان یکی از 5 کشور آسیای مرکزی است که زنهای زیبای زیاد دارد. از بس که بعد پشتخوری اتحاد شوروی جنگ شهروندی در اینجا سر زد، در اینجا حاضر تناسب مردان و زنان خیلی جدی بوده، به یک مرد 5 زن میرسد. البته این دروغ محض است. همین آمار را نیز شاید به اونها تاجیکان خودمان داده باشند و میگوید که اقتصاد سست کشور باعث رشد تنفروشی در این کشور شده است و آمار میارد که 14,000 خب زنهای سبکپا در تاجیکستان به تنفروشی مشغولند و یک یعنی نرخشان از 20 سامانی تا $100 است و این خب در این جا پاسخ کمیته زنان خیلی جالب است. با این گزارش پاسخ کمیته زنان، کمیته زنان میگوید که ما ریدها میگذرانیم. خب ما از ریدهای این کمیته، اما ما و شما با خبریم چگونه ریدها میگذرانند، یعنی ریدهای فرماندهی رو، و در این ریدهای فرماندهی ما میدانیم که مرکزیت موضوع در کجا است. خب لیکن اینا ریدا میگذراندند و به این خانم ها کار پیدا میکردند، به همین خانم ها کار پیدا میکردند. خب و این کار و گفته است که اگر ما به این خانم ها کار پیدا کنیم و گوییم الان جا کار است و 400 سامانی معاش است، تصور کنید 400 سامانی معاش در تاجیکستان، این زنهای سبکپا در پاسخ میگویند که 400 سوم را ما در یک شب پیدا میکنیم. واقعا هم 400 سوم گفتن به یک خانمی که بیا کار کن 400 سوم معاش میگیری، این خودش تحقیر کمتر از پیشنهاد تنفروشی به این خانم نیست. اگر من یک پرزیدنت به یک خانم تاجیک بگویم که بیا به 400 سوم کار کن، من به او گفتم که بیا تنفروشی به من کن، بیا من به تو پول دهم، هم بستر شو. یک خیل تحقیر هستیم. اینا چه خیل با کدوم درک اینا و همین خیل اقلا در
خب مصاحبه همین گپو را نگو. تو به او خانم 400 سوم گفتنت خود یک تحقیر است به کسی که نباشد. همین 400 سوم کدام خانم بیاد در یک اداره که اونجا مردک هایی هستند که البته با 400 سوم کار نمی کنند. اون مردک ها البته که شناس های کسی هستند، یعنی اونها خشتبار کسی هستند. و تصور کنید که این خانم اگر یک خانم بیزیبه می بود، این در تنفروشی هم بازار پیدا نمی کرد. البته که این خانم زیبا است که تنفروش است، که تنش ارزش دارد. و اگر این خانم زیبا، این خانم خوشروی با 400 سامانی پیش یک رحمانوف بر این مردک خب خودتان میدانید چگونه به کار درآید و او با این باز همان چیز را، همان تنفروشی را پیشنهاد نمی کند، یا ما تحقیر می شویم به خاطر آن که این خانم تنش را به یک خطایی یا به یک افغان می فروشد، با این تحقیر می شویم و به یک مقامدار تاجیک فروشد، این حلال است. یعنی دلمان پر است که خواهر ما را می بخشد یک تاجیک ما خب هم بستر شد. یعنی طبق گزارشی که این رسانه خبری داده است، از کلینت های اساسی همین خانم ها افغان ها بودند. یعنی افغان ها تاجیکستان را برای سیاحت خب مکان سیاحت شهوانی استفاده قرار دادند و گویا که افغان های سومدار چون در اینجا آزادتر است، محیط آزادتر است در تاجیکستان، طبق گزارش همین رسانه موج آزاد چینی، یعنی افغان های سومدار برای راحت، برای سیاحت شهوانی به تاجیکستان می آیند. در اینجا دخترای خوشروی هستند، دخترای ارزان هستند و اونا حسابشون به طبق این گزارش 14,000 قلمداد شده است. و ببینید در این راستا به یک چیز دیگر دقتتان را میکنم. اون نوارهای فحشه که دامالاها را با یعنی موادهای خب چیز شهوانی ملاها میگفتن با خانم ها، اکثر اونها خانم های بودن که با مقامات همکاری میکردن. محض همین تنفروشای هستن که مقامات اونها را تقریبا همه با مقامات، خیلی که در دوران شوروی گداها کریشه خب در اموده، در وزارت کارهای داخلی کریشه داشتن، یعنی میلیسا و خودشان گداها و اون چی میگن اون کارتباز ها رو کریشوات میکردن. همین خیلی دیگر همین تنفروشان همه‌شان زیر چتری وزارت کارهای داخلی کار میکنن و بنده خودم چندین بار شاهد بودم، چندین مردها رو شخصا میشناسم که پستاوه شدند و از اونها خوب دوله گرفته شد، یعنی مبلغ ستاندند همین کارمندان وزارت کارهای داخلی به خاطر آنکه با همین خانم در فلان خانه، یعنی همون تنفروش با وزارت کارهای داخلی همکاری داشته است و این بنده خدا را پستاوه کردند و چندین آدم را همین خیل مبلغ های کلان از اون استاندند. آدم های هم بودند که زندان رفتند، چون اینها را هم میشناسم، و روزنامه‌نگاران و سیاستمداران بودند که با همین کمپرمت اونها را در زیر دستشون گرفتند و به کجایی که خواهند اونها را تاب میدهند.
و امروز هم از همین تجربه خود اینها وسیع استفاده میبرند. اون نوارهایی که هستند در خب اینترنت، نوارهایی که هستند که کلین خانه با فلانی هم بستر شد و کلین خانه با دیگر هم بستر شد، این هم پیگیری همین وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی است که پیگیری میکنند، همین حالت ها رو خب کشف میکنند و از این طمع میجویند و بعضی از آنها را برای ترساندن دیگرها یک دو تا رو رسانه‌ای میکنند یا پرونده میکنند و باقی مانده اگر یک طرح رسانه‌ای کردن، بعد آن 10 نفر دیگر راحت پول پرداخت میکنند و این است هم یک بیزنسی که با استفاده از همین زنهای تنفروش وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی هم در سیاست از این وسیله استفاده میبرند و هم در خب به خاطر بیزنس خود. و همین خانم ها البته که تنفروشی کردند، اینها باز به خود جوان دختران نو را جلب میکنند، خیلی که خب معتادان مواد مخدر منفعت دارند که تعدادشون زیاد شود که اونها چیز پیدا کنند، یعنی رزقشون از حسابی خب معتادان نو اینها هم رزقشون پیدا میکنند. یعنی یک معتاد منفعت دار است که دیگر جوان را هم معتاد کنند و همین خیلی دیگر همین تنفروشان هم منفعت دارند که هر روز جوان دختر زم کنند، یعنی پیدا کنند و از آن اینها باز درآمد میگیرند. یعنی همین کنویر را خود رحمانوف برآمونده است و این کنویر ما میدانیم که خود رحمانوف خب البته که بار اول نیست که خب چیز علاقه نامشروع دارد و از این تمام جامعه تاجیکستان با خبر است. و ببینید همین است سببی اساسی خود شریک استراتژی همین رحمانوف که این رو سر قدرت نگاه داشته ایستاده است چین و همون رسانه چینی که گفته است بر اثر چیز اقتصاد پست، بر اثر رشد پست اقتصادیات مردم این منطقه، مردم این کشور، خانمای این کشور، خواهران ما و شما مجبور میشن که به تنفروشی مشغول شوند و این یک بدبختی برای تمام ملت است. و من از شما میخواستم که در کامنتاری ها نویسید، در زیر در شرح ها نویسید که شما به همین گفته های رحمانوف چه خیلی بها میدید و آیا رحمانوف فرض کردیم پسرش و دخترانش و نبیره هایش خب کادرها و متخصص های ورزیدند و دیگر کادرها نیستند، یعنی اونها زورند، اونها همهشون بهترین متخصصند، لیکن دیگر مردم تنبل است، مردم توپای است، مردم بغیر از همین اویلا دیگر همش توپای است که ما پیدا نکرده ایستادیم. یک وقتا رحمانوف گفت که من در جیبم دیگر متخصص ندارم، همینا را قبول کنید. خب احترامانه خواهش میکنم که در یاد داشته باشید ما همین الان در شبکه ماورایی پیام تیوی، یعنی از طریق تلویزیون شما میتوانید یک گلاف که خریده در تلویزیون در انتنتون نصب نمایید. همان انتنی که با اون تلویزیون های افغانستان و ایران زبان را تماشا میکنید در همون
انتن می توانید یک گالوفکای دیگر نصب کنید و یوتلسات ما رو پیدا کنید. رکلام در ابتدای برنامه بود، در آخر برنامه ما باز همون رکلام رو خواهید دید، در آن وصل شوید. در کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان ابونه شوید و پسند ماندن رو از خاطر نبرارید تا که همین برنامه ما رو هرچی بیشتر آدما تماشا کرده باشند. خب پیمان ملی تاجیکستان، کانال پیمان ملی تاجیکستان رو همین خیلی چینده پیدا کنید در یوتیوب، چون که با سببای تکنیکی الگوریتم یوتیوب امروز ما رو در ریکامنداسیون و کانال ما رو جای نمیتید، شما ما رو تا نکوبید نمیابید. برای همین با ما باشید تا همین برنامه های ما رو داشته باشید و با ما سوال های خودتون رو به ما ارسال نمایید، فکر و اندیشه های خودتون رو ارسال نمایید تا ما توانیم برنامه های خود رو بهتر و بهتر کنیم و به سوال های شما پاسخ داده باشیم. خب چند خبر دیگر رو کوتاه خب به شما اون چیزی که برای من قابل توجه بود میرسونم. خب یک خبر دیگر، میبخشید نه چند خبر، نه یک خبر دیگر مهم اینجا بود. روسیه با مهاجران تاجیک که چندین سال، مثال 5 سال مهاجران تاجیکی هستند که بر اثر کمبودی حجت ها و دیگر نتوانستن، فرض کردیم طول 5 سال اونها بود و باش غیر قانونی در روسیه دارند و روسیه با اونها 2 شرط گذاشته است که میتوانند خود را خب به رسمیت درآورند، بود و باش خود را در روسیه به رسمیت درآورند و در این باید 2 شرط اجرا شود. یکم تا 30 سپتامبر اونها باید حجت ها را برای گرفتن پاتنت با همون خدمات مهاجرت پیشنهاد نمایند و دوم با پیشنهاد اون حجت اونها رو جریمه میبندند. جریمه پولی اونجا گفته نشده است در اون گزارش، یعنی جریمه میبندند و خب اونها به رسمیت در آورده می شوند و بنده خودم چندین شخصان رو در روسیه می شناسم که حتی خانم ها هستند، اویله ها هستند، خب بچه های جوان بسیارند که خب دیگر نتوانستند خود را به رسمیت درآورند و نمی توانند به تاجیکستان هم برگردند چون جای کار در اونجا نیست. از همین خاطر از این امکانیت من دعوت میکردم که استفاده برید. البته که همون جریمه رو هم در نظر داشته باشید. شاید بعضی از رفیقان بدانند که چقدر جریمه میبندند. اگر نفری که 5 سال غیر قانونی بود و باش داشته است شاید جریمهش بلندتر باشد از اونی که 1 سال یا چند ماه بود. برای همین خب این مسئله رو خواستم شما از همین خبر در هفته گذشته بود و می خواستم که شما از آن با خبر شوید. و در این پس منظر باز یک تا چیز بود، یک خبر دیگری بود که همون تاجیکا و قرقیزا که در کوزمین که جنگ شدن، جنگ گروهی، همه بازداشت شدگان را از روسیه اخراج میکنند و خیلی باعث نگرانی است. و در شبکه‌های اجتماعی تاجیکان یک گروه هموطنان ما میآیند و خب یعنی چی میکنند، قضاوت میکنند، پیش داوری میکنند که خب این عیب کردید، شما عیب کردید، یعنی جنگ کردید. و البته من جانبدار جنگ نیستم، لیکن جانبدار برداشت هر گونه تحقیر و پس زدن شأن انسانی هم نیستم. خب بیایید ببینیم، مثال مردم چچن و اینگوش شهروند روسیه هستند، لیکن اگر بالای یک مهاجر تاجیک دول اماند و او گوید که مرا
اخراج میکنن و خاطر همین من استفادهگری نکنم. من میخواستم که کمی همین اینتلیجنس تاجیک که بسیار خوب کامنتاری های می نویسن که گویا محکوم میکنند همین جوانان رو. خب این جوانان هم دیگر چیز نداشتن، دیگر انتخاب نداشتن و این غیر قانونی، همین عمل غیر قانونی است که از طرف مقامات روس، یعنی در تمام کشور، در تمام دنیا، در داخل روسیه خود روس ها با روس ها، جوانان روس با روس ها هر سر چند وقت خب جنگ میشوند بر سر خب فوتبال یا خاکی، بازی فوتبال، خاکی، دیگر مثال خود روس ها با روس ها جنگ میشوند، روس ها با خب در داخل روس ها خلقیت های دیگر هم با یکدیگر جنگ میشوند، چچن با چچن جنگ میشوند، داغستانی با داغستانی. خب همه ملت ها همین خیل دیگر، این دیگر خب زندگی همین خیل است. انسان که خدا نیست، انسان که هم یک مخلوق خداوند است که برای یگان جایگاه، برای یگان تحقیر، برای یگان چیز البته که مجبور به خب واکنش می شود و ما رو باید هر گونه واکنشی که کردیم ما رو باید از این مملکت اخراج کنند. این البته یک شانتاژ است بالای ملت تاجیک و ملت های دیگری که اساساً سه خلق تاجیک و ازبک و قرقیز از همه خب تحقیر شدند. بالای اینها یک وسیله دیگر شانتاژ است. البته من دعوت نمی کنم از جوانان تاجیک که هر سر در وضعیت های همین خیل وضعیت ها در رو به مشتزنی و سنگزنی شروع کنند، لیکن نگذارند که ما باید اونا را بفهمیم که اونا نگذارند باید که شان و شرف انسانیشان رو کسی پس زند و اگر در این را اونها مجبور میشن که اخراج رو خب ترجیح بدیم بر اون تحقیری که بالاشون میشود، ما باید از ایشان دفاع کنیم تا جایی که توانیم. خب این بود یکی از موضوعهای مهم برنامه امروزه ما که میخواستم شما رو با آن شناس کنم و چند خبر کوتاه دیگر دارم. خب سردار گذرگاه فاتح آباد در مرز تاجیکستان با ازبکستان با 2 معاونش از کار رانده شدند. خبر میدهد رادیوی آزادی و بامداد خبر میدهد که رسانه خبری بامداد خبر میدهد که همین قضیه را اولین شده بامداد یعنی رسانه‌ای کرد و بر اثر همین رسانه‌ای شدن بامداد یعنی این نفران که به تماجویی دست زدند از مهاجران مهنتی تاجیک که توسط ازبکستان میخواستند به روسیه سفر کنند تماجویی میکردند و گویا به همین خاطر اینا را از وظیفه سبکدوش کردند. خیلی خوشبین بود از برادرم میرزا حلیمپور. بنده خیلی احترام میکنم این تمام رسانه های مستقل خبری رو، لیکن باور کنید که من باور ندارم که به خاطر مردم شده همین 3 نفر رو از وظیفه سبکدوش کردن. از افتش همین ساحه نوی درآمد را کسی تقدرتر زیر چشم کرد و این بیزنس نو را خواست زیر دست خود بگیرد. ببینید در این پستگاه اونها از نفران می ستاندن مبلغ، می ستاندن رشوه را که
میفهمیدن اونها محض به روسیه از طریق ازبکستان روانند. یعنی اگر اونها به ازبکستان به ایادت خیش تبار میرفتن، از اونها نمیستوندن. از اونها استفاده میشد که اونها از طریق این خاک میخواستن به روسیه سفر کنند و این به باور کاملا، به باور کامل من، این از بالا فرمایش شدگی بود که به خاطر اون که مردم تاجیکستان از طریق سامان ایر حتما پرند، برای اونها مشکل باید ایجاد شود در گذرگاه مرزی با ازبکستان که اونها اشتیاق پیدا نکنند از طریق ازبکستان سفر کردن و این از بالا فرمایش شدگی بود، از بالاها به خاطر شرکت هواپیمایی سامان ایر و این تصادفی خواست امین 3 نفر نبود، یعنی رهبر سردار این گذرگاه و 2 معاونش، گویا امین 3 نفر فساد زده بودند و دیگر کمیته دولتی امنیت ملی با کمیته سرحداتش، یعنی ریاست سرحداتش در اینجا دیگر پوکند و در اینجا دستی حسن صدرالله‌زاده هم نیست، یعنی به خاطر سامان ایر که مردم را از این را باز دارد و آمدند این 3 نفر را از وظیفه آزاد کردند و البته که به گفت روس‌ها سویت میست پوستن بوید به جای ویها باز اما خیلی آدمایی که محض به خاطر خوب کار کردن مبلغ‌های بی درد و میان در اونجا جا به جا کرده میشن. و خبر دیگری که کمی شاید کمی شما را خنداند، خب در ترکمنستان اگر خواستی که خب اینترنت را به خانه‌ات نصب کنی، تو باید با قرآن قسم بخوری که از VPN استفاده نمیبری. خب این بنده خدا روی راست گفته ایستاد است که ما شما را پیگیری داریم، از تمام زندگیتان با خبر هستیم، نشود که شما از VPN استفاده برید و ما شما را گم کنید. برای همین این شاگرد رحمانوف خب همین خیلی چیز نجیب، خیلی اقدام نجیبی رو روی دست گرفته است و تاجیکستان هم از این کمی ندارد و در تاجیکستان هم تقریبا همین کار انجام داده شده است. میگویند که به خاطر با کدام خاطر در دوشنبه گفتند که خب به خاطر زیب ارکیتکتوری شهر امان خب انتنه های ماورایی رو جمع کرده ایستادن تا چه اندازه این خبر صحت دارد. محترم تماشابینان، اونایی که در دوشنبه سکونت دارد، در شاید کسی خبر داشته باشد آیا این واقعیت دارد که در دوشنبه همین انتنه های ماورایی رو جمع کرده ایستادن. اگر جمع کرده باشند البته که یکی از سبب ها شاید محض همین کانال پیام تیوی باشد که در تاجیکستان پوشش دارد و کسی که تواند، کسی که خواهد ما رو از تلویزیون با صفت بلندی خوب صفروی به گفت روزها تماشا کند، میتوانید ما را پیگیری کنید و در همینجا با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. салому дуруд ба бинандагони шабакаи моҳвораи Паём ТV.
با درخواست زیاد شما بینندگان در این نوار برایتان آموزش می دهیم که چگونه باید به شبکه ماهواره‌ای ما پیوست شد. برای این خریدن موجگیری نو لازم نیست و تنها با پیوست کردن یک سرک موجگیری LMB یا همان گلافکه علاوگی می توانید این کار را انجام دهید. این موجگیری هاتبیارد است که بیشتر شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید. هاتبارد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین موجگیر شما می توانید به ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک موجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک موجگیری هاتبارد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم می کنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانی که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون می توانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانی که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات. ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فریکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا HFEC 5:6.